شاعر تنبل میگه سرای رایت بشینم تا بیایی. اگر تو بشینین تا بیایی امکانش کم است، اما شاعر فعال میگه که به دنبالت میایم هر جا که باشی. بنان ما باید دنبال بریم و فعالیت بکنیم، منتظر آسان شدن زندگی هیچ وقت نشینیم. دقیق استاد. و از امی خود اعتقادات دینی و مذهبی ما استاد، امی پیامبرای ما شما بزرگوارا چقدر مشقت دیدن؟ اگه 1% نه که 0.5% سر ما باشه شاید ما یک روز زندگی کردن نتونیم. کاملا دقیق میگین. زندگی تمام پیامبرا بر ما الگوست. قصص الانبیا در حقیقت بر ما پیام هایی است که باید استفاده کنیم. تنها زندگی پیامبر بزرگوار خود ما را شما ببینین، دیوانه خطاب کردن، قصد جانش کردن، با شکنبه حیوان به سرش زدن، آنقدر سنگ به سرش زدن کفشاش خون پر شد، از شهرش بیرونش کردن، با قحطی و گرسنگی رو برو شد، با شکم گرسنه کار کرد، مجنون خطابش کردن. ولی با وجود کل از اینا چون هدف مقدس می باشه استاده میشه دیگه. اما تو شما در کل پیامبرای سختی را میبینید. شما اگر معنای بزرگ داشته باشیم ما رقم سختی را میتونیم تحمل کنیم و به می خاطر لوگوتراپی یا معنا درمانی را متا با وجود آوردن. به شک استاد. بسیار عالی، بسیار عالی. استاد انسان موفق به کی گفته میتونیم؟ ما تقریبا برای یک انسان موفق در سمینارها که بیان میکنم 100 تا صفت قائل هستم. خود دیگه که اینجا فقط حداقل میشه اشاره کنیم که آدم موفق کسی است که زندگی خودت درست مدیریت بتونه، از وقت خود خوب استفاده کرده بتونه، برای خود، خانواده خود، وطن خود، مردم خود مفید واقع شود، ضررش برای کسی نرسه، شور و شوق در زندگی داشته باشه. بسیار مهم است که شما در پالی از که علم و مهارت یاد میگیرین ایره باید که شور و شوق یک جای کنین که از کارتان لذت ببرین. اما ادیسون که میگه اگه کارتان شما دوست داشته باشین در حقیقت کار نمیکنین، پول به دست میارین. اشتیاق مهم است. استاد جان یک مثل داریم که میگه بزدل و ترسو. همین بزدلی و ترس اگه به انسان به خود رابطه چی اتفاق میفته برش؟ بیخی دیگه صفت بد است. ای دیگه ما همی از این فیلمام یک چیز یاد گرفتیم میگه جو در گیا و مر گیا. اون است. در ترس این دنیا جای آدمای ترسو نیست. این دنیا جای آدمای شجاع است. ما باید توان ریسک پذیری را داشته باشیم. کسی که ترسو است هیچ وقت در زندگی پیشرفت نمیکنه. کسایی را شما حتما میشناسین 100 سال زنده بوده اما به اندازه 10 سال هم پیشرفت نکرده است بس که ترسو بوده. در حال کسای دیگه است که تا از عمر خودم که زیاد پیشرفت کرده به سرعت دویده. حتی ما در کار تعلیم تربیه میگیم که اولادتان دوید از پشت چیخ نزنین او بچه ندو، به خاطر او رو ترسو بار میاری بان یک ذره بده و بان سرعت گرفتن یاد بگیره. همین مسابقه فرمول یک کسی چندین بار برنده شد. ازش پرسان کردن رمز اول شدن تو ده چیز، گفت جایی که دیگه بریک میگیره ما اونمو اکسلراتور میدم. ما یاد بگیریم که این شهامت در زندگی داشته باشیم. در غیر از او آدمی که ترسوست مثل که سینه خیز را میره. یگام تا دیدین میگه والا ما هیچ شکست نخوردیم، چندان افتخاری نیست، کار بزرگ نتونستی. آدمایی که شکستای بزرگ میخوره اونا انسانای بزرگ هستن، چون یک کار نو شروع کردن، در یک کاری ریسک کردن. استاد جان امی کسایی که قاروک هستن یا عصبی چی گفتنی داری برشان؟ زیاد آمد دیدار زیاد و بخصوص در خانه سرگپای خورد قار میشن، در پشت میزن یک چند نفر است در بیرون هم غیر از من. خدای دایتشان کنه، خدای دایتشان کنه. دور از حاضر مجلس هیچ چندان مردمایی نیستن بیادر عصبانیت به نام جنون موقت یاد میشه. خب وقتی شما عصبانی هستید دیگه مجنون هستین، وقتی نمیفهمین هر تصمیمی که در عصبانیت گرفته میشه حتما نادرست است و عصبانیت روابط از عشق و محبت به نفرت تبدیل میکنه. مخصوصا این زن و شوهرها و مخصوصا شوهرها متوجه باشن که در وطن ما زیاد رواج است عصبانیت میکنن، محبت خود در مقابل خانم خود از دست میتن. شاید به زور یک کار سرکس به عصبانیت کنیم اما حکمرانی اصلی رهبران متوجه باشن به زور هیچ نتیجه نمیده، نه در کار تعلیم تربیت نه در کار اجتماعی. ما اگر میخوایم رهبر واقعی باشیم در دلها حاکم باشیم که گپ ما نفوذ داشته باشن، نه که زور وارد کنیم. هر کسی که عصبانی است لطفا خود تداوی کنه. امروزه ما راههای حل برای عصبانیت برای خشم داریم و این صفت غیر اخلاقی است. وطن ما که در بدر است از دست از اینمی رگ گردن خواندن و عصبانیت های بی جای و بکس به سر میز زدن و شکستاندن و اینمی گپا وطن در بدر کرده.